ما را با زنان چه کار؟ پدرش را صدا میزند که بابا رسول الله بیاید با خلیفه پیامبر بیعت کند تا داد نزنم. شوهرش نیز متحسنین خانه‌اش هم. دختر پیامبر میگوید خلیفه پیامبر که در این خانه است. دختر پیامبر میگوید چه زود عقد هامان را رو کردیم. دختر پیامبر میگوید چه زود روز قدیر را فراموش کردیم. این مشعل راست گفتی. عصاه پی خواست که به سرش بپیچم، نه لطه نفت اندود. اصلا باور میکنی که حتی شعله هم نخواست؟ چه کنم پسرمو؟ این مشعل مرا سوی در آن خانه میکشد. بسوزن! فاطمه در آن است. و فاطمه در آن باشد. غرفاز! آن مشعل را به من بده. با تو هستم. گفتم مشعل را به من بده. من خانه دختر پیامبر را به آتش میکشم. رسید و ناله مادر بلند شد. ای وای من که ناله مادر بلند خاطرشان جمع شد. طوری زدن ناله حیدر بلند شد. امان 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 زینب شنید گریه در آه میخ را. زینب گریست داده برادر بلند شد. یه طرف آتیش دل، یه طرف آتیش هیزم، یه طرف گریه ما، یه طرف خنده مردم. آخ در آتیش گرفته روی گل پر افتاد، بوسه های سرخ آتیش رو چادر مادر افتاد.
چشمان فاطمه را کوتاه کن با تازیانه با خلاف شمشیر. دستان بسته و آنسو چه در غربت علی عالم نظاره کرد خیمه این بغض غم کجا گشت اسیر در این شیر لافتان اسیر در این شیر لافتان در بد نیزه ها بودن بی اثر اما چگونه شد یک تکه میخ در جان علی گرفت آرام و بی صدا چشمش به خون نشست این شیر لافتان چشمش به خون نشست این شیر لافتان پس چرا ایستاده ای مشعوم؟ ایستاده ای چرا پست؟ تو که هرچی نبایست کردی هیچ کس در جهان نکرده. بی صفت 40 مرد جدید مرا میزدید، مقداد را میزدید. فاطمه باردار بود. دلت برای فاطمه نسوخت، برای علی نسوخت. حسین را ندیدی یا ترس گریه میکرد؟ بی همه چیز پسر بچه غیرت دارد. توی کوچه مادرش را سیلی نمیزند. نمیدانی؟ حسن چقدر قد میکشید که دست تو به صورتش نخورد. دور شو. حیف چشمان من که تو را ببیند. دور شو. چطور دور شوم؟ با همین پاهات که لگد زدی بی صفت. با همین پاهات که وزنت را روی یکیشان انداختی. زورت به کشیدن ریسمان برسد. با همین پاهات که